این کارتش رو نشون داد. این برجا هستش، برجای اف بی آی، اینجوری باز کرد برجش رو نشون داد. ما دیگه این چیه برگامون ریختم اون لحظه. دکتر فرامرز آریان، متولد آبان 1348 از شهر تبریز هستم. بودن 31 دانه کتاب من به زبان فارسی ترجمه کردیم، یعنی از انگلیسی به فارسی. دوران نوجوانیمون با تحولاتی که اتفاق افتاد، نمیدونم چجوری بگم، ولی حداقل تجربه خودم یه حالتی که یک ابر سیاهی به یه شهری بیاد و اون روز آفتابی رو خراب بکنه. برای ما واقعا دوران سختی بود به نظر. یعنی جنگ بدترین حالتش بود، خاطر اینکه حتی جنگ به داخل تهران هم اومده بود. اسم نویسی کردم برای دبیرستان البرز، یکی از بهترین دبیرستان‌های ایران بود. این دبیرستان رو اسمش رو میگفتن کالج. خودم به شخصه دوست داشتم که بیام آمریکا. یک کشوری هستش که به نظر من روی کره زمین، توی کره که ما زندگی می‌کنیم، یک کشوری هستش که most democratic country. A democratically elected government. Their leaders are self-appointed. They hate our freedoms. Our freedom of religion. اولین کاری که من توی آمریکا انجام دادم dry cleaners. میگم ببین I started from bottom. من از صفر شروع کردم. یه مدتی مثلا مرخصی بگیرم و اینا، دنبال این بودم که چی بگم، چون که اصلا مطمئن نبودم که مثلا میتونم آمریکا بیام یا نه. بله. الان مرخصی یک هفته‌ای چند سال شده؟ 25 سال.